من با اویلم در خونه‌مان بودن رو خیلی دوست می‌دارم. وقتی پدر مرا به آغوش می‌گیرد، من چهره او را می‌جویم و کوشش می‌کنم سرم را بلند بردارم. چگونه این به من پسند است وقتی با من صحبت می‌کنند. من دست و پایهایم را می‌جنبانم، کوشش می‌کنم پاسخ دهم، در حالی که من غیر از چیزی گفتن نمی‌توانم و در جواب تبسم می‌کنم. چنین به نظر می‌رسد که وقتی که من تبسم می‌کنم به همه پسند است و آنها تبسم را دوباره می‌پرسند. وقتی دوست داشته من آن است که من و مادرم تنهاییم. او مرا از پستانش شیر غذای دوست داشتم را داده میگوید که من خیلی زیبا هستم. وقتی برادر و خواهرم با بازیچه ها به نزدم دویده می آیند و بازی می کنند، من الکی حرکت کردن آنها را مشاهده می کنم. من انتظارم که کی مادر و پدرم می گویند ما به سیر و گشت می رویم. مادرم مرا لباس می پوشاند. جایی که می رویم صداهای گوناگون را می شنوم. مادرم و پدرم درباره گرد و اطراف چی می گذرد صحبت می کنند. پرندگان سرود می خوانند. سگ‌ها عکاس می زنند. در مجموع وقتی که آنها با من صحبت می کنند خیلی پسند است. وقتی که عمک‌ها و خاله‌ها به من مهربانانه می‌نگرند، من نیز در جواب به آنها تبسم می‌کنم.